احدی که در ذات و صفات بی همتایی، به عزت و جلال خود و به عظمت و جمال خود که دل ما را ضیاء خود ده و قلب ما را صفای خود ده و ما را آن ده که آن به و مگذار ما را به که و مه. یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده، درد همه را به صابری درمان ده. این بنده نداند که چی می باید خواست، داننده تویی هر آنچه خواهی آن ده. خدای قادر سبحان کریم منان رو بی نهایت متشکر و سپاسگزارم از این که این توفیق رو به بنده حقیر عنایت فرمود تا پس از طی نمودن مسافت تقریبا طولانی در جمع گرم و پویا و روحانی و معنوی مردم مؤمن این خطه و این دیار و طلاب بزرگوار و علمای کرام و در رأس همه استاد بزرگوار و شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد حسین گرگیج حفظه الله از نزدیک شرف حضور و ملاقاتی داشته باشم. خدای عزوجل رو بر این من و فضل و احسانش سپاسگزارم و با عرض معذرت و پوزش از اینکه مقداری با تأخیر متاسفانه مواجه شدیم، چون که بنده دیشب در همین موقع در شهرستان زابل دوست محمد برنامه ختم قرآن داشتیم. فکرشون بکنید دیگه، اون جنوبی ترین نقطه و این شمالی ترین نقطه هست و قطعا زمان خاصی میبره تا انسان بتونه از اونجا خودشو کبوتروار به گرم و به آغوش گرم شما جوانان محترم برادرای بزرگوار برسونه. ولیکن خدا را شکر الحمدلله این آرزوی دیرینه بنده محقق گردید و تونستم از نزدیک با همسن و سالانم و جوانان محترم دیدار و گفتگو داشته باشم. امید است که خدای متعال توفیق بیان ما فی الضمیر رو عنایت بفرماید. واقعیتش اینه که ما از شبهای اول رمضان و به ویژه 10 شب اخیر هر شبی در 1 و 2 جا مراسم ختم قرآن داشتیم و به خصوص دیشب دقیقاً 2 ساعت بنده مشغول سخنرانی بودم و واقعا بگیم که انرژی و حنجره ما رو تو کویر صبر و استقامت کویر بلوچستان جا گذاشتیم و آمدیم. ولیکن امید است که خدای متعال توفیق بده که باز هم بتونیم در خدمت حضار معزز و مکرم باشیم. انشالله دعا کنید شب 5 ساعت. بسیار خوب، اگر 5 ساعت شما باشید ما هستیم. میگن یک زمان یک جوونی نماز نمی آمد، نماز تراویح، نمازهای جمعه و 5 وقت نمی آمد. بعد امام مسجد رفت گفت بابا بی انصاف حداقل نماز تراویح بیا، سال 1 باره بالاخره رمضان. گفت که نماز شما خیلی طولانی میخونید، من شنیدم تو تراویح. گفت نه بابا اون قدرام طولانی نیست، شب 1 جز میخونیم. آمد و به نماز شرکت کرد. حافظ صاحبان بعضیا شبای اول 2-3 جز میخونن، این سوره بقره رو از اول شروع کرد تا آخر ولش نکرد. این جوونم پاپا کرد و بالاخره استقامت کرد. نماز که تموم شد از حافظ صاحب سوال کرد که چه سوره خواندی؟ گفت سوره بقره. گفت بقره یعنی چی؟ گفت یعنی گاو. گفت ها دیدم خیلی بزرگ بود. از فردا دیگه نمیام. گفت نه خدا شاهده گاو 1 سوره داره تو قرآن، تمام شد. گفت محاله. هرچه دنبالش رفت 2 مرتبه به مسجد نیامد تا اینی که شب ختم قرآن رسید. رفت پیشش گفت به خدا قسم قرآن تمام شده، سوره های کوچولو مونده از سوره الم تر کیف به بعده. گفت شوخی میکنید؟ گفت نه واقعیتش اینه که شب آخر فقط 10 سوره رو گذاشتیم. آمد و دستاشو بست، امام شروع کرد الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. یهو این دستشو ول کرد و فرار کرد. گفت کجا داری میری؟ گفت اون شب سوره گاو خوندید اینقدر بزرگ بود، خدا به خیر سوره فیل بکنه. حالا ما میترسیم قضیه سوره فیل بشه و فرار کنی. یک صلوات محمدی نده فرمایید. دیگه خسته نمیشن دینا نشون بدیم. دقایقی که در خدمت شما حضار معزز
و مکرم قرار دارم، با توجه به این که اغلب این جمعیت رو که اینجا موج میزنه جوانان معزز و مکرم، این قشر بالنده و تنومند و تناور و پوینده و توفنده تشکیل میده، جا دارد دقایق پیرامون نقش جوانان و بحرانها و چالشهایی که در سر راه این قشر عظیم و بالنده قرار داره صحبت کنیم. از محضر علما و بی ویژه جناب مولانا گرگیش معذرت میخوام، چون که من که پالتومو در آوردم قرار بر اینه که با جوونا جوونی صحبت بکنیم. بالاخره دل را دل به دل رهیست در این گنبد کبود. اگر بالاخره جوونی شد و مقداری صحبت ها معذرت باشه. جوانای محترم و برادران بزرگوار، دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم عصر کامپیوتر، عصر صنعت و تکنولوژی است. بدون تردید بشریت بر عرصه اختراع و اکتشاف، بر کرسی اختراع و اکتشاف نشسته و کمتر روزی مشاهده می شود که پرده از یک اکتشاف و یک اختراع نوین و جدیدی بر ندارد. بشریت رو به پیشرفته در عرصه سیاست، در عرصه صنعت، در عرصه تکنولوژی، در عرصه اقتصاد، در عرصه مادیگرایی روز بروز داره پله‌های ترقی و تعالی و پیشرفت رو طی میکنه. به ویژه کشورهای پیشرفته دنیا. اما سهم ما جوان مسلمان چیست؟ امروز جوان ما به حدی متاسفانه احساس ضعف میکنه، احساس حقارت و پستی و ذلت و زبونی میکند که وقتی خودشو میخواد با یک جوان غربی مقایسه بکنه اصلا خودشو در مقابل اونها جوان نمیدونه که هیچ، بلکه انسان نمیدونه. میگن ما کجا و اروپا کجا، ما کجا و آمریکا کجا. و به قدری متاسفانه این وضعیت پیش رفته که دچار بحران هویت شده، که چیزی است که موضوع صحبتمه. دچار بحران هویت، خودشو گم کرده، خودشو نمیشناسه، کسی نیست او رو به خودش معرفی بکنه. من اومدم فقط این کلمه رو بهتون بگم که ما چی هستیم، از کجا آمده ایم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. جوان مسلمان، با قول حضرت علامه اقبال لاهوری، مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را، اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگردان از زمین را. جوان مسلمان، جوانی که با اسلام خو گرفته و اسلام در تار و رگ و پی او عجین شده و جز لا ینفک او قرار گرفته، بحران هویت معنایی ندارد. در خود فنا شدن و از خود گریختن معنایی ندارد. چی شده ما؟ چه دلایلی باعث شده که جوان ما دچار این بحران ها و چالش ها بشه؟ 4 بحران جدی رو به عنوان خطرهای جدی امروز بشریت و علما و اندیشمندان تلقی کردن و اونها رو معرفی میکنن. نخستین بحران، نخستین عامل بحران هویت جوان ما عدم آشنایی با دین اسلامه. واقعیت رو قبول بکنیم، چه تلخه و چه شیرین که ما فقط به محض این که فرزند مسلمانیم اسلام رو قبول کردیم. از هر جوانی بپرسید تو کی هستی، میگه من بابام مسلمانه، من مسلمان زاده، چون که بابام مسلمانه من مسلمانم، وگرنه از اسلام هیچ خبری، هیچ مطالعه‌ای، هیچ تحقیق و بررسی نیست. و اینجاست که کعبه آمال خودش رو در غرب و غربی ها میداند و فکر میکنه که بله غرب در همه جا دست پیشی زده و گوی سبقت رو بوده است. جوون، قرآنی که ما داریم، کتابی که ما داریم، اولین کلام نازنینش که زمانی که نازل می شود با کلمه اقرأ نازل می شود. دقیقاً در زمانی که دنیا از سواد و سواد آموزی، خواندن و نوشتن هرگز خبری ندارد. جامعه عربستان سیر قهقرایی رو داشتن طی می‌کردن، در رکود اخلاقی و جمود فکری بودن، درنده صفتی اونها با اوجش رسیده بود.
به قدری در میان ملت ها و از چشم ملت ها افتاده بود که زمانی که شهسواران علم و عرفان و تربیت یافتگان مکتب نبوی آمدن به ایران ابرقدرت اون زمان، فردوسی از زبان کسری پادشاه ایران میگوید ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده است کار که تخت کیانی کند آرزو توفو بر تو ای چرخ گردون توفو. عربی که غیر از گوشت سوسمار و شیر شتر دیگه غذایی رو به رسمیت نمیشناخت، عربی که از سواد و سواد آموزی و جنگ و جهاد و مبارزه و پیکار چیزی بلد نیست، امروز تخت پادشاهی ایران رو میخواد تحت سیطره خودش قرار بده. بله سروران عزیز، در چنین وضعیتی اولین کلام و اولین کلمه کلام الهی ما با لفظ اقرأ شروع می شود. بخوان، خواندن پله هر ترقی و تعالی و پیشرفت. سپس الذی علم بالقلم. کی میفهمید قلم چیه؟ کی میفهمید اون زمان قلم بزرگترین ابزار سواده، بزرگترین ابزار پیشرفته، یکی اقرأ زبان و دیگری قلم. ما اگر اسلامو میشناختیم هیچ زمان بوق تبلیغاتی جهان غرب قرار نمی گرفتیم. پیشرفت‌های جهان غرب در دو نکته خلاصه میشه: یک، در عرصه صنعت و تکنولوژی، دو، در عرصه علمها و علوم پزشکی و سایر علوم. اما اینو بدونی سروران عزیز که اگر اروپا امروز به جایی رسیده است، به قول آقای مستر سبریل رئیس دانشکده حقوق وین در آلمان، یه مسیحی است، میگه دنیای غرب، دنیای اروپا به وجود شخصیتی مانند محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم افتخار میکند که با وجود درس نخواندگیش و امی بودنش در 1400 سال قبل قانونی پیاده کرد، قانونی رو پیاده کرد، قرآنی رو به زمین آورد که اگر اروپا بعد از 2000 سال به اون قوانین و به اون آیین نامه عمل بکند، سلامت جهانیان خواهد شد. یه مسیحی داره میزنه. یا برنارد شاو، نویسنده مشهور جهان انگلیس، میگه آقا دنیای اروپا صنعت و تکنولوژی خودش رو مدیون سربازان و صحابه رسول الله هن. آیا مگر نشنیدی شما همین ساعتی که امروز کاردستی بچه های ژاپنی است برای نخستین بار در زمان خلیفه عادل مسلمین حضرت هارون الرشید رحمه الله اختراع شد؟ ساختن، اختراعش کردن، کادو کردن برای ملکه فرانسه. وقتی ملکه فرانسه ساعت رو باز کرد، کادو رو باز کرد، ساعت رو دید یک چیز داره داخل ساعت میچرخه، هول کرد، ترسید، گفت این دیگه چیه؟ بلا فاصله با مجلس خبرگان خودش پشت درهای بسته مجلس اضطراری تشکیل داد که بیایید مسلمان ها یک هیولا برام فرستاده، ببینید چیه؟ اینجوری داره خودش خود به خود میچرخه. ساعتها رایزنی کردن با اهل حل و عقدش و متفکرین و خبرگان و دانشمنداش و نهایتا مجموعه نمایندگان این چیز رو تصویب کردن که مسلمونا لابد داخل این ساعت جن گذاشتن و این جن داره این ساعت رو میچرخونه. دستاورد و رهاورد و اختراع من و شما رو دنیای غرب نمیفهمید چی هست. اقبال کجایی که تا دهنت را ببوسم، چه زیبا میفرماید حکمت اشیا فرنگیزاد نیست، اصل او جز لذت ایجاد نیست، نیک اگر بینی مسلمان زاده است، این گوهر از دست ما افتاده است. این گوهر از دست ما افتاده چون عرب اندر اروپا پرگشاد، علم و حکمت را بنا دیگر نهاد، دانان صحرانشینان کاشتن، حاصلش افرنگیان برداشتن. این پری از شیشه اسلاف ماست، باز سیدش کن که او از قاف ماست، لیکن از تهذیب لادینی گریز، زان که او با اهل حق دارد ستیز. فتنه ها این فتنه پرداز آورد، لات و عزی در حرم باز آورد. به این طور نیست، این پوری از شیشه بزرگان ماست، این گوهر از دست ما افتاده. اون زمانی که دنیا از ناوگان دریایی خبر نداشت، اولین شخصیتی که توانست ناوگان دریایی راه بندازه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه بود. کجا دنیای غرب این چیزا رو داشتن؟ آمریکایی وجود نداشت، اروپایی وجود نداشت.
رومی که بود درصد بسیار پایین بود. پس ما نخواستیم و نشناختیم اسلام رو. در عرصه اقتصاد، البته من بخوام مثال بزنم خیلی وقتم میگذره، حرف اول و ما زدیم و میزنیم اگر بخوایم. در عرصه پزشکی، در عرصه تمام علومی که بوده و در آینده میاد، اسلام حرف اول رو زده. آیا میدونید همین قضیه اثر انگشت که امروز دنیای پیشرفته قرن 20 و یا 19 به این حقیقت پی برد؟ قرآن عظیم الشان 1400 سال قبل بحث اثر انگشت تو قرآن آورده. جوونا مطالعه کنید تو رو خدا، برگرد به سوی قرآن، این هدیه آسمانی. چرا قرآن رو فقط به عنوان تبرک تو خانه همون گذاشتیم، 7 جلد کردیم، عروس و داماد از زیرش رد میکنیم؟ این توهین به قرآنه. و یا این که بذار تو خانه که جن و دیو و پری نیاد. روز قیامت قرآن شکایت میکنه. از سوریه خبر میرسه که در روزهای اخیر، ماهای اخیر، سوریه کشور اسلامی یک زمانی دارالخلافه بود، میاد قرآنهای جدید در صفحه قرآن آرم شرکت بزرگ کوکاکولا رو روی قرآن ها چاپ میکنه و از قرآن به عنوان پیام بازرگانی استفاده میکنه. کوکاکولایی که اگر برعکس خونده میشه لا محمد لا مکه، یه شرکت اسرائیلی است. قرآن اینقدر خوار شده که امروز از قرآن به عنوان پیام بازرگانی استفاده میشه. یه جوونی آمده پیشم تو مشهد، قرآن آورده جلوم گذاشته، تمام برگه های قرآن قرمز. گفتم چیه؟ قدیم ما شنیده بودیم قرآن را با رنگ طلا رنگین میکردن، این دیگه چه صیغه ایه؟ گفت نه فلانی، من نذر کردم خدا اگر مشکل ما حل بکنه یه گوسفندی بکشم و از خون ریختش تمام صفحات قرآن رو قرمز کنم. خدا یک لحظه به خود لرزیدم. امت پیامبر رو ببین، از قرآن به عنوان چه ابزاری استفاده میشه. قرآنی که برای هدایت آمده، قرآنی که میگه هدی للمتقین، قرآنی که قرآن به دل فسرده جان میبخشد، از پرتو خود جان به جهان میبخشد. این معجزه رسول پاک عربی حقا که حیات جاودان میبخشد، چطور امروز مورد استفاده های موهن قرار گرفته؟ بیاید قرآن رو بخونید، بچه ها، بزرگا، جوونا، نوجوانا. اینجا دیگه امام التفسیر هست، شیخ التفسیره، دلیلی نداره کسی اینجا نیاد تفسیر نخونه. روز قیامت مسئولید. قرآن عظیم الشان در سوره قیامت زمانی که بحث از حشر و نشر قیامت میکنه میگه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما قادریم همه اجزا و اعضای انسان رو برگردونیم حتی سر انگشتاشو. اگر به عقل مراجعه کنید چشم خیلی ظریفتر از انگشت، گوش ظریفتر از انگشت، همه اعضا از سر انگشت ظریفتره. میگه که اگر ظریفترین چیزم باشه مثل سر انگشت، ما میتونیم روز قیامت برگردونیم. اون زمان صحابه شاید متوجه نبودن، دانشمندان قرن 19 متوجه خطوط انگشتان بشر شدن که 6 میلیارد انسان تو دنیا حضور دارن، وجود دارن. 2 تا برادر 2 قلوب پیدا نمیکنه که اثر انگشت اونها یکی باشه. اینو قرآن داره میگه. حتی من توی کتاب خوندم بسیاری دزها و رهزنا بودن جراحی پلاستیک کردن. هر عضوی امکان داره جراحی پلاستیک رو قبول بکنه، ولی انگشت جراحی پلاستیک رو قبول نمیکنه. بعد از گذشت چند ماه 2 مرتبه آثار انگشت واقعی برمیگرده سر جای اولش. این علومی است که تو قرآن است. حضرت شیخ الحدیث و تفسیر، استاد بزرگوارم و استاد همه من و شما، حضرت علامه مولانا محمد عمر رحمت الله تعالی علیه، سر کلاس تعریف میکردن. گفتن در اواخر قرن 19 میلادی تو لندن تو انگلیس بیماری هار افتاد، سگ هار. روزی 2000 نفر، بالای 2000 نفر تلفات داشت. پزشکان متخصصین، اونهایی که در عرصه پزشکی و خدمات درمانی مهارت داشتن، مجلس ها و جلسه های خصوصی و ضروری تشکیل دادن که زودتر جلوی این مرض رو بگیرن. نتونستن. 72 تا از پزشکان متخصص لندن برگزیده شدن، انتخاب شدن، جایزه نوبل گذاشتن، هر کس زودتر این مرض رو درمان بکنه بهش میدن.
همه رفتن دنبال تکاپو و جستجو. یه مجله اون زمان دانشگاه الازهر مصر بالاخره نفس و جانی داشت، مثل الان نبود. یه عالمی یه مقاله یه مجله می نویسه، بعد اونجا یک حدیثی از رسول خدا، جوان خوب گوش بده، پیامبر خدا میگه اذا ولغ الكلب فی اناء احدکم فلیغسله 7 مرة بتراب کما قال. میگه وقتی برنسبت این مجلس سگ تو ظرف شما دهان زد، اونو 7 بار بشورید 1 مرتبه به خاک. این دانشمند و پزشک متوجه شد که این خاک حتما یه ماده‌ای در او وجود داره، بلافاصله رفت دنبالش، مقدار خاک رو جمع کرد، نشاسته و محلولش رو گرفت، مقدار مایعات رو باش اضافه کرد. مریض اول که آمد تزریقش کرد، تزریق کردن آمپول هم همان و بلند شدن بیمار و خوب شدنش هم همان. تعجب کرد. مریض دوم، سوم، پزشکا همه حیران شدن. گفت این از کجا در آوردی؟ گفت یه پزشکی از در عالم گمنامی تو مصر، بریم به دست او بیعت بکنیم و در دانشگاه او درس بخونیم. هر 72 تن پزشک آمدن به مصر پیش اون عالم بزرگوار، گفتن تا اینقدر شکست نفسی، تا اینقدر تواضع. گفت چیه؟ گفت تو اینقدر تخصص داشتی و مهارت داشتی تا امروز حرف نمیزدی؟ اصلا خبر نداشت. گفت چیه؟ گفت این حدیثی که داری میگی اذا بلغ الكلب فی اناء احدکم، ناگهان اشکاش بر دیدگانش جاری شد. گفت عزیزان من، این کلام مال من نیست، این کلام من نگفتم، من از پزشکی و ختمات درمانی و تخصص خبری ندارم، بلکه این کلام بزرگترین مرد دنیاست، کلام حضرت رسول خداست که 1400 سال قبل این کلام بیان کردن. تکبیر! گفتن 1400 سال قبل همین محمد رهبر مسلمونا گفت بله. گفت اون زمانی که دنیا از این حرفا خبری نبود، از تخصص و خدمات. گفتم بله، این کلام همون رسول خداست. به خدا قسم، مولانا قسم یاد کردن که هر 72 تن پزشک سر به سجده گذاشتند و گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اقبال یاد ایامی که سیف روزگار با توانا دستی ما بود یار، تخم دین در کشت دلها کاشتیم، پرده از رخسار حق برداشتیم، کشت حق سیراب گشت از خون ما، حق پرستان جهان ممنون ما، عالم از ما صاحب تکبیر شد، از گل ما کعبه ها تعمیر شد، در دل حق سر مکنونیم ما، وارث موسی و هارونیم ما، گرچه رفت از دست ما تاج و نگین، ولی ما گدایان را به چشم کم مبین. هنوزم تو این جوانها اون استعدادهای بالقوه است که اگر بالفعل و شکوفا بشه زمین و زمان رو میلرزونه. موبایل‌ها رو جوانها خاموش کنن بی زحمت، حواسا این طرف باشه، حواس رو پرت نکنه. رشته کلامم خیلی زود از دستم در میره. آمده امشب با شما تسبیح حساب بکنم. بیاییم واقعا اسلام خوب معرفی بکنیم، اسلام معرفی بکنیم. به قول استاد نبوی رحمت الله علیه میفرماد کسی که میخواد اسلام معرفی بکنه و امروز نیازم همینه، باید بالاتر و بالاتر از یک حزب و یک مذهب و یک نهضت کار بکنه. من خیلی متاسفم واقعا و نمیدونم صلاح باشه این مسئله رو اینجا بگم یا نه، ولی که مسئولیت این گفته با خودم هست. این داعیه و گفتن این کلام رو الان فقط تو راه در من ایجاد شد که دوستای همراهم با من بودن، بالای 50 تا تماس، بالای 50 تا تماس. آقا شبکه سر رو نگاه کن، برنامه ماه حسن رو نگاه کن. گفتم چی خبره مگر؟ مجبور کرد، اجبار آورد که ماه حسن رو نگاه کنیم که چی داره میگه. متوجه شدیم که واقعا یک گلایه است که جمهوری اسلامی که به عنوان ام القرای جهان اسلامی، اسلام باید معرفی بشه، نه مذهب تشیع که در هر شب یک شیعه رو بیارن بگن آقا این سنی بوده شیعه شده، که چی رو ثابت کنیم؟ آقای تیجانی من نمیدونم کی هست چه کاره هست، ولی من به عنوان یک سنی معتقدم که هر کس سنی واقعی باشه، پیرو سنت باشه، به خدا همون طوری که محال شیر در پستان برگرده، محال یک سنی واقعی شیعه بشه. و تازه بالفرضم اگر بگیریم بشه در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، آیا مسئولین محترم، رهبر معظم انقلاب از این جریان خبر داره واقعا؟
سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی دیگه چه معنایی داره؟ اگر واقعا اتحاده، بله امشب آقای تیجانی آمد که سنی بوده شیعه شده، فردا من 10 تا سنی که واقعا شیعه بوده معرفی میکنم، پشت تلویزیون نشونش میدم. این حرفا دیگه چیه؟ واقعا افت داره. ما به عنوان گلایه داریم مطرح میکنیم که امروز دنیای کفر تا دندان مسلح شدن، در عراق نه به شیعه رحم میکنه نه به سنی. دختر ما و شما رو داره به تاراج میبره. آیا زمان مطرح کردن این مسائله؟ امروز اگر حرکت میکنه فلوجه‌ای که 100% سنی است، 2 تا خواهر از فلوجه نامه مینویسه، 2 تا دختر 14 ساله که یا المسلمین، نمیگی یا سنی یا شیعه، میگی یا المسلمین. ما 2 تا دختر 14 ساله بودیم، تا کنون ازدواج نکردیم، اما الان از نطفه سربازان آمریکایی بارداریم. با عمرا، با ابوبکرا، از کربلا هم همینطور قدس صدا میکنه که یا المسلمین. قبله اول امروز عکس سگ و خوک و خنزیر را بر دیوارهای بیت المقدس میکشن، بعد روشون مینویسن این عکس محمد است. چی شدیم ما؟ اقبال ای توهی از ذوق و شوق و سوز و درد، میشناسی عصر ما با ما چه کرد؟ عصر ما راز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. سوز او تا از میان سینه رفت، جوهر آینه از آینه رفت. دل ز غیر الله بپرداز ای جوان، این جهان کهنه درباز ای جوان. تا کجا بی غیرت دین زیستن، ای مسلمان مردن از این زیستن. چه جوابی داری بدی جوون؟ حتما روز قیامت رسول خدا حمزه رو صدا خواهد کرد که حمزه بیا. حمزه جگر تکه تکه شو دست میگیره بیاد جلو. سمیه بدن تکه تکه شو به دست میگیره میاد جلو. خمسا 4 تا بچه شو با خود رسول الله دندان خونین و چهره خونین شو. اینا را فدای توی جوان ایرانی کردم. چی شدی؟ که بوق تبلیغاتی غرب قرار بگیری؟ که متأثر بشی مؤثر نشی؟ که بیای تحت تأثیر انقلابات دنیا قرار بگیری، خودت نتونی تو دنیا انقلاب وجدانی و روحانی و معنوی ایجاد کنی؟ ایفه واقعا. من دیشب در بلوچستانم گفتم، الانم اینجا میگم، داشتم میرفتم شهرستان نیکشهر جهت اجرای عروسی اسلامی، توی پرواز مستقیم نداشت، رفتم تهران، از تهران پرواز داشتیم به اونجا. تو فرودگاه که پیاده شدم دیدم یه آقایی اهل سنت و بلوچ، اصلا هیچ جاش به این مسائل نمیخورد. ماشاءالله موها رو کوب زده مثل این جوانای حالا، 4 تیغه کرده، بعد شلوار تنگ لی هم پاش، ریشم به اصطلاح پروفسوری گذاشته و بعد موها رو اینجوری شاخ گذاشته. الان مد جدید جوونا اگه خبر ندارید من بهتون میان جامعه عام بشه، به خدا قسم که الله عزوجلال بیماری‌های مختلف رو بر امت طاری میکنه. امروز این همه بیماری از کجا آمده؟ ایدز، سارس، سرطان معده. بچه 6 ماهه رو خدا شاهده بردن بیمارستان، گفتن آقا این ایست قلبی داره. 6 ماهه. از کجاست؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. وبا، آقایون میگفتن سبزی نخورید، وبا داره. یخ کنار خیابون نخورید، وبا داره. من میگم یخ و سبزی مولد وبا نیست، بلکه این نجاست هایی که درون دله، اینها مولد وباست. اینها مولد و باعث ایدز تو جامعه اسلامی. اگر میخواد بخشکه باید درصد معاصی رو بیاد پایین.
بیماری ها زیاد شده، بیمارستان ها جا نداره، به خاطر این مسائله، به خاطر این گونه مسائل. نمیدونم صلاح هست بگم یا نگم، خیلی جاها گفتم. در قبل از ماه رمضان تو دفتر محل کارم نشسته بودم، یه آقای آمد پیشم، فلانی باید حرف خصوصی دارم. گفتم بگو بیا تو، همکارام هست اینجا نشستن، با خودم آوردمشون به عنوان شاهد. گفت حرف خصوصی است. گفتم من سر کلاسم، بگو بیا داخل. آمد اونجا یک جوونی میگه طلاق زنمو میخوام. گفتم اشتباه اومدی آقا، ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن. گفت نه، عذرم موجه و مبرمه، دلیلم قاطع و حجتم واضحه. گفتم چی شده؟ گفت برادر خانومم، من میرم سر کار، برادر خانومم گفتم مواظب خانومم، مواظب خانوادم باش، مواظب زندگیم باش. اسم برادر خانومم محمده. من که میرفتم سر کار، این محمد میره تو خانه و صدها بار در ماه رمضان با خواهرش زنا میکنه. به خدا قسم. گفتم دروغ میگی. شمارشو گرفت. گفتم محمد پاشو بیا. آمد روز بعد پیشم. گفتم این جریان صحت داره؟ دستمو گرفت گفت پاشو بریم. گفتم کجا؟ گفت بله، من در ماه رمضان زنا کردم، نتیجه زنا ما یه بچه به دنیا آمد، بچه رو خفه کردم، بریم جنازه‌شو نشونت بدم. این امت رسول الله است، اسمش هم محمده. رسول الله برای این خودشو داد. چی در آمده از آب؟ گفتم ننگی میکنی؟ یه لحظه گفتم زلزله بم اینجا نیاد. گفت دست سرزنشم نکن، خودم عذاب و وجدان دارم. این نتیجه چیه؟ آیا غیر از اینه؟ بی حجابی و بد حجابی ها به کی اعتماد بکنی آقا؟ وقتی خواهر و برادر توی خونه نمیتونن راحت باشن، شریعت اینو میگه. آقا میگه نه، من با پسر خاله برادرم، من نمیدونم با دختر عموی مادرم دست خواهر برادری دادیم، راحت راه میرن، ما دست خواهر برادری دادیم. کی گفته شما خواهر برادری؟ کسی که خدا شما رو خواهر برادر نکرده. تو خودت از پیش خودت داری خدا قرار گرفته امضا میکنی، لایحه تصویب میکنی. و جالب اینجاست که خیلی از خانم‌ها به مکه میرن، همینطوری به مکه میرن. به درون کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. این صدای کعبه است، این صدای مکه است. سروران عزیز، بیاییم این بی حجابی و بد حجابی ها رو از میان جامعه ما، خواهرای محترم، اگر صدامو میشنوید برادرها، امروز دنیای این ترفند جهان غربه میگه آقا زن رو ظلم نکنید، اجحاف نکنید، تعدی نکنید، زن رو تو 4 دیواری زندان نکنید، زن بذار آزاد باشه. زنهای مسلمین میخوان بی پرده بکنن. اونجاست که دختر مسلمان وقتی تو خانه خودشه اصلا لباسی میپوشه که اگر به 100 بار شلاق بزنی تو عروسی نمیپوشه. شوهرش میگه این چه لباسیه؟ میگه چیکار کنم دیگه، تو خونه است، تو خونه است، لباس تو خونه است. ولی وقتی ماشاءالله دعوت بکنن آقای فلانی با خانواده محترم پاکت رسید فلانجا عروسی است، اون چه که لباس از سر عروسیش نپوشید تو صندوق میریزه بیرون. اون چه که ماتیک و سرخاب از اول عروسیش گرفته برای شوهرش استفاده نکرده میریزه رو لباش. سرخاب و ماتیکو پشت چشماش هم مثل چشمای قورباغه سبز. بعد باور کنید که اگر همین جوان زن خودش رو تو کوچه و خیابون ببینه، خدا شاهده نمیشناسه، اینجوری نگاهش میکنه این کیه؟ و میگه سلام علیکم پدر فلانی. میگه توی صافکاری رفتی اینطوری شدی؟ تو زن منی؟ همون تو خیابون؟ تو خونه؟ تو آشپزخونه؟ بله من همونم. اسلام میگه زن برای خودت آرایش بکنه تو خونه، ما میگیم نه آقا، زن برای دیگران تو خیابون. این فلسفه دنیای غرب و مسلمانان دارن این کارو میکنن. اسلام میگه زن مال خودت آقا، آرایشش، زینتش، زیباییش، همه چیزش. ما میگیم نه، مال ما لباس آشپزخونه، لباس تنور، لباس پیوندار،
لباس زیبا، حالا تو کوچه و خیابون. اینجاست که بی حجابی ها عام میشه، بد حجابی ها و این گونه فتنه ها ایجاد میشه. سروران عزیز، حضرت عایشه ادامه میده هرگاه که موسیقی و شراب در میان امت رسول الله رواج پیدا بکنه، الله ذوالجلال زلزله ها رو میاره. زلزله بم 50,000 نفر در عرض 12 ثانیه. زلزله پاکستان چندین هزار نفر. زلزله و سونامی که در جزیره سریلانکا اقیانوس هند رخ داد، بانکوک پایتخت تایلند، مرکز فساد اخلاقی در عالم. 200,000 نفر در یک لحظه. آی جوون، نکنه این بوم خطر رو شهر من و تو بچرخه. دیگه فرصت نیست. اینها چیزایی خدا داره نشون میده. جوان تو نمیبینی؟ مگر تو سریلانکا ندیدید؟ همه حیوانات زنده مونده بودن. حیوانات کنار دریا بودن ها. نشنیدید مگر؟ کسانی سالم بودن از انسانها که فقط تو مساجد بودن. اینو که اخبار گفت، من نمیگم. خدای متعال داره نشون میده. ولی ما میگیم نه آقا، مواد مذاب و سیال داخل زمین اینجور شد، اون منطقه در لحظه محل گسل واقع شده، باید از گسل خارج بکنیم، خانه ضد زلزله بسازیم. چیه این اراجیف؟ و باز جالبه که بعضی میگه لعنت بر تو ای زمین. چرا زمین بیچاره رو لعنت میکنی؟ این اعمال ماست. هرچه بر تو آیت از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخی است هم. هر که گستاخی کند اندر طریق، گردد اندر وادی حیرت غریق. برادر برگرد، این زلزله ها عذاب خداست. هشدار، تلنگر، چراغ قرمز، جرقه، استارته که متوجه باش که فردا روزگار تو هم همین خواهد بود. به چشم مرگ کسان دیدم و ز خود غافل، بدا به من که زدم گوش خیش را به کریف. تو زلزله بم همه ما دیدیم، چوت و افسوس خوردیم، ولی فکر نکردیم که فردا این قضیه امکان داره اینجا هم بیاد. مردم شمال، مردم گلستان، متوجه باشید اینجا وضعیت داغونه. امروز یه جوونی، خدا شاهده، بهم همین امروز زنگ زد از همین منطقه شما، میگه آقا یک جوونی هست. گفتم بیارش اینجا، خدا کنه اومده باشه، معذرت میخوام اینو میگم. میگه 40 لیتر ودکا گذاشته تو یخچالش. تونتو به من میگه روزه کی تمام میشه؟ گفتم چرا؟ میگه عاشقم که بعد از رمضان این 40 لیتر ودکا رو بخورم. رمضانی که نتونه در ما اینقدر انگیز ایجاد بکنه که در 11 ماه دیگر از گناه دست بکشیم، اون رمضان نیست. بهت گفته باشم، رمضانی که ما رو از چیزای حلال باز بداره. یخچال باز میکنیم، آب نمیخوریم، غذا نمیخوریم، برنج نمیخوریم، به زن حلال ما نزدیک نمیکنیم. با رمضان از چیزای حلال اجتناب میکنیم، چیزای حرام رو دوبله انجام میدیم. غیبت حرامه، خوبش انجام میدیم. دروغ حرامه، اصلا دیگه میگه محال نمیشه. اصلا تهمت زدن، تمسخر. از چیزای حلال با روزه باز آمدیم، ولی چیزای حرام رو سوبله کردیمش و اسمش هم گذاشته که من روزم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه. کسی که گناه و معصیت رو رها نکنه، خدای متعال نیاز نداره که این زیپ دهانشو ببنده. خدا با رکود اقتصادی مواجه نشده آقا. خدا از تو میخواد که رمضانی نباشی، ربانی باشی. رمضان آمده، رمضان مرکز آموزشی سفسی خدای متعاله که در این 30 روز میخواد تو رو آموزش بده که 11 ماه دیگر در این ماه نه تنها از حرام ها باز بیای که حلال رو انجام نده، تا 11 ماه دیگر بتونی از حرام باز بیای. حالا جوان ما تو این ماه حرام رو انجام میده. یه جوونی چندین بار من رفته بودم پیشش، دعوتش داده بودم، تو ماه رمضان داشتم میرفتم از مسجد از خونه میرفتم مسجد، چشمش که بهم افتاد به خاطر اینکه لج منو در بیاره، آتش زد به کبریت، زد روی این ساز ابلیس، سیگار گذاشت رو لبش، یعنی بسوز. گفتم با این کار دل منو نرنجوندی، بلکه به خدایی که محمد رو به رسالت فرستاد این کبریت و آتش را به قلب نازنین محمد رسول الله زدی. این کبریت را به قلب عمر زدی که شبها نمیخوابید، گریه میکرد. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت زمین ایران همواره، میترسم گوسفند ایرانی به زمین بخوره و پاش بشکنه.
اون کسی که برای افتادن گوسفند من و تو نگران بود، من و تو امروز برای حفظ آبروی او احساس مسئولیت نداریم. این چه رمضانیه؟ شراب، موسیقی، ماشاءالله. موبایل های این آقایون رو بگیرید یه لحظه، بعد این جوانا رو تا موبایلشون میگیریم، نه 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 جناب مولوی دستش نزن. چیه؟ میگه خطرناکه، هر چه بخوای توش هست. از چی؟ هایده، همیرا، شکیلا، دیگه این ستا رو من یاد گرفتم. اینقدر. بعد دیگه چی داره؟ سخنرانی مولوی عبدالحمید هم یک قطعی داره، سدیس هم یک کمی میخونه. چرا اینطوری میکنی؟ جوونا میگن راهو بزن، چاهو بزن، راه خدا رو از دست نده جناب مولوی. این دروغه، یا راه یا چاه، از این دوتا یکی. اگر راه انتخاب کردی، این راه که اومدی اینجا، اگر افتادی تو چاه دیگه راهی برات وجود نداره. بیا برگرد. این موبایل رو ابزار فساد شده امروز. یک کارشناس آمریکایی میگه دو سلاح خیلی مخربه، یک سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای، بمب‌های B-52، موشک‌های کروز آمریکا، و دومیش موبایله. این اسباب بازی که بچه‌ها به دست گرفتن معتاد شدن، بعضیا بهش SMS رد میکنن که مغز انسان شاخ در میاره، بعضیا تازه با ما هم شوخی میکنن. قدیم گفته بودن شوخی با ریش بابام شوخی، و همچه شوخی های بسیار وقیحانه و گستاخانه با خدا و رسول، با اعتقادات دینی. بس جوان، به نظر من اینها خنده نداره، گریه داره واقعا. این ابزار، این نعمت خدا در اختیارت قرار داره، درست استفادهش کن، وگرنه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. روز قیامت از این نعمت ها سوال میشه ازت. میخوای چی بگی؟ پیامبر سر یک سفره میاد، 2 نوع غذا گذاشته، گریه میکنه. چرا نمیخوری؟ نمیتونم جواب بدم. از دست زبان که برآید، که از عهده شکرش بدرآید. بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. عمرو بن دینار یکی از اولیای خدا و سلاطین اقلیم عشق، شنیدید اسمشو نه؟ تو کتب سنی هم هست، آیت الله دستقیب از بزرگان شیعه هم آورده. خوب گوش بده جوان، میخوام بگم که از نعمتها چطور استفاده بشه. ازدواج کرد. این عمرو بن دینار یکی از لاتهای بزرگ شهر بود. هر جا مراسم لات و الواتی و بی حجابی و بد حجابی و ودکا و کوکائین بود، حضور ایشون گرم. گل سرسبد بود، مجلس ها رو نوازش میداد، میرقصید، نوازندگی اصلا شغلش بود. با خدا و دین و قرآن هرگز سنخیتی نداشت. اما خدای متعال یک زنی به ایشون داده بود، حافظه، عالمه، تقیه، بره، نیکوکار. خدای متعال به اینها فرزندی عنایت کرد. زن نتونست رو مردش تأثیر بذاره. بچه به دنیا آمد، گفت اسمش چی بذاریم؟ خانمه گفت اسمش میذاریم محمد. عمرو گفت نه، من از اسم محمد بدم میاد. مسلمونم بوده ها، نمیخوامش. چی بخوای بذاری؟ یه هنر پیشه هندی سریلانکایی. قبولش نکرد. گفت پس تو اسم خودتو صدا کن، من اسم محمد صداش میکنم. گفت اشکال نداره. بچه به سن 5 سالگی رسید، فرستادش به حوزه علمیه، شد حافظ کل قرآن. مادرها، در دفتر معلم و آموزگار نیست آن تربیت که زاده دامان مادر است. رفتار مادر از پی سرمشق کودکان بهتر ز هر کتاب و ز هر گونه دفتر است. فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم هوش از قصه زهرا مبند. تا حسینی شاخ تو بار آورد، موسم پیشین به گلزار آورد. نه، مادران نقش اساسی رو ایفا میکنن. بچه شد حافظ کل قرآن. خدای متعال در همین روزها، شبیه از شبها، مادر رو برای دیدار خودش برد و مادر از دنیا رفت. پدر بلا فاصله همین شب رفت دست بچه‌شو گرفت، از حوزه علمیه آورد بیرون. گفت بابا بس دیگه، میخوای چی بشی؟ فردا به نهایتا میگن آقا ملا شده. غیر از این که چی نیست. حقوق میگیری، زکات میخوری، چلپک میخوری، از اینها غیر از این چیزی نیست که. بیا مثل من نوازنده بشو،
شاعر بشو، گل سرسبد مجلس ها بشو، مجلس ها رو گرم کن. عزت علمو نمیفهمید بیچاره، نمیفهمید که یک طلبه میره 2 سال درس میخونه، وقتی میاد تو محراب قرار میگیره، آقا رفته لیسانس ریاضی گرفته، بعد آخر صف وایسته. البته توهین نمیکنم، عزت علم میخوام بگم. یکی پارچه میخره متر 70,000 تومان، به تن یک دختری بی‌حجاب میشه. یکی یک پارچه میخره 1500 تومان، جلد قرآن میکنه، همه میبوسنش. عزت در گروه قرآن و دین و ایمانه. جوون اگر میخوای عزتمند بشی، تو رو خدا هیچ جا نرو که سرت به سنگ میخوره، فقط بیا از کانال قرآن، از کانال دین. در این راه آمدی، خدای متعال بهت عزت میده، قدرت میده، شوکت میده، مکنت میده، شجاعت میده، فتوت میده. برش گردوند، از حوزه علم نذاش بره. پسر عمرو بن دینار محمد کوچولو شب بلند شد برای تهجد. به خدا وقتی این قصه رو میگم شرمم میاد، وقتی خود ما رو با او داریم مقایسه میکنیم. سر رو به سجده گذاشت، به نماز تهجد گفت پروردگارا، تا امروز در مکتب دین و در راه تو بودم، زندگی برام ارزش داشت برای خدمت به دین، ولی امروز که میخوام از قرآن و دین برگردانده بشم، خدایا دیگه روی زمین برام ارزشی نداره، زیر زمین به مراتب برام بهتره از روی زمین. خدایا سرمو به سجده میگذارم، چشمامو میبندم، بار دوم که چشمامو وا میکنم، در جنت الفردوس کنار رسول الله. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! چشماشو بست که ذوق نامش عاشق مشتاق را از بهشت جاودانی خوشتر است، گرچه در فردوس نعمتها بسی است، وصل او از هر چه خواهی خوشتر است. عاشقان دائم لقای دوست می‌دارند، دوست در غم و راحت رضای دوست می‌دارند، دوست وعده دیدار چون در جنت آمد لاجرم، عاشقان جنت برای دوست می‌دارند، دوست در دوزخ اگر وصف دو در چنگ آید، از حال بهشتیان مرا ننگ آید، گر بی تو یا الله به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت در دلم تنگ آید. خدایا دنیایی که در اون تو نباشی، اون دنیا جهنمه. خدایا رمضانی که تو در اون نباشی، اون رمضان نیست، قحط سالی است. نمازی که در اون تو نباشی، عبادت نیست، عادته. و جهنمی که تو در او باشی کنار من، اون جهنم بهشته. به قول عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه شعر بسیار زیبایی داره، میگه ای خدا تو جنت رو به نیکانت بده، منو به دوزخ ببر، فقط تو دوزخ کنار من تو باش، من دیگه چیزی نمیخوام. تو جنت را به نیکان ده، من بد را به دوزخ بر، که بس باشد مرا آنجا تمنای وصال تو. من دیوانه در دوزخ به زنجیر تو خوش باشم، اگر یک بار پرسی تو که مجنون چیست حال تو. جگرهای کباب ما نگردد تا ابد سیراب، مگر ساقی شود ما را خدای ذوالجلال تو. خدایا اگر همه فرشته‌ها تو جنت به ما بدن سیراب نمیشم، مگر خدایا تو خودت ساقی قرار بگیری. الله اکبر. به مالک گویم ای مالک، مالک اسم دروازه‌بان جهنمه. به مالک گویم ای مالک، چنان الله خواهم گفت که از الله من سوزد جهنم با زغال تو. یا الله بگم جهنمت میسوزه. این محمد گفت خدایا این زندگی رو دیگه نمیخوام، سرمو بر ندار مگر در میدان محشر در کنار پیامبر. باباش آمد، بابا پاشو، دید محمد دار دنیا رو الوداع گفته، خیلی دوستش داشت، زد زیر زجه و گریه و شیون و ناله و زاری. خدایا این چه شد؟ یه بچه داشتم اون ازم گرفتی. همونطور که داشت گریه میکرد بردش دفنش کرد، آرامش نداشت.
شب آمد اونقدر گریه کرد که حالت اغما بهش دست داد. تواریخ ما اینو نوشته. حالت اغما، گویا میدان محشر شد. نگاه کرد دید 1000 تا مار و اژدها دنبالشه، 1000 تا عقرب دنبالشه. بدو به یک پیرمرد رسید. گفت پیرمرد به داد من برس. گفت من نمیتونم خودمو نجات بدم، برو. گفت کجا برم؟ گفت برو داخل این غار. رفت داخل غار، دید چند تا مار دیگه دنبالش. عقب جلو بنبست، از وسط اینها فرار کرد. به پیرمرد رسید. گفت تو کی هستی؟ گفت من همونم که تو یک شب تراویح خوندی، فقط یه روز روزی گرفتی ولی نمیتونم از تو دفع کنم. این مارها و اژدها میدونی چیه؟ بدچشمی توست، بدزبانی توست، غیبت توست، تهمت توست، دروغ توست که به شکل عقرب و مار و اژدها در آمده. و این پیرمرد فقط یه نمازه. کاش همیشه نماز میخونی که من جوون میبودم. برو داخل این دره. دید 1000 تا مار دیگه در آمد. گفت برو به طرف کوه. به طرف کوه متوجه شد، دید چند تا پسر بچه کوچک برگشت که ناگهان از میان اون بچه های که صدا کرد که بابا کی؟ من محمدم پسرت. بابا پاشو بیا، برگرد. بابا کجا بیام؟ گفت بابا بیا در عرصه دین قدم بگذار. بابا بیا توبه کن بابا جان. اینجا بچه های دیگر با پدرای تهجد گذار اومدن، پدرای روز دعا، مادرای عفیفه، مادرای شهیده، پدرایی که خونشو داده. بابا اگر رسول الله از من سوال بکنه که بابای تو کیه؟ بابا من خجالت میکشم. چی میگم؟ بابام رقاصه؟ بابام بیدید؟ بابا تو رو خدا آبرو نریز. تا کنون کردی چنین اکنون مکن. تیره کردی آب را افزون مکن. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخیست هم. لطف حق با تو مداراها کند. بابا چون که از حد بگذری رسوا کند. گفت چه کار کنم؟ گفت این هدیه رو بگیر، بازش کن. میگه از خواب پریدم، دیدم یه صندوقچه تو بغلم. رفتم پیش علما، این کادو چیه؟ بازش کردم، دیدم یک جلد کلام الله مجید. تکبیر! بله سروران، دل پردرد را دوا قرآن، جان مجروح را شفا قرآن. هرچه خواهی ز نص قرآن جو، که بود گنج علمها قرآن. این جرقه ها تو زندگی تک تک من و شما آمده. مواظب باش سروران عزیز. موسیقی و شراب، حرفم از این بود که وقت تو زندگی بیاد اینجوری میکنه. این زلزله ها میاد، تصادف ها میاد. این همه چراغ قرمز ها، این همه تلنگره. خدا بهت هشدار داره میده ولی تو نمیفهمی. میای تو خونه میگه اگر من اینطور گاز نمیدادم، اگر اینطور دنده عوض نمیکردم، اگر فرمون اینطور نمیگرفتم، رفته بودم. خدای متعال میگه ای بنده من تو رو نجات دادم، خواستم یک چراغ قرمز جلوت روشن بکنم متوجه بشی، ولی متوجه نشدی، به عقل و رانندگی خودت نازیدی و بالیدی. برگرد از هر کجا که هستی، توبه بکن. خدای متعال توبه پذیره. درهای امید باز سروران عزیز. همه در هر جا که دری بود به شب بربندن، الا در دوست را که شب باز کنن. این دومین بحران. خودتون قول دادید که خسته نشید. من که تازه ماشاءالله حنجرم داره باز میشه هر لحظه. یه عادت کرده بی انصاف همینطوری. اول خفه است، دو سه کلمه که حرف میزنه نو روون میشه. 4 ساعت مونده. آب بندیش خوب شده. 4 ساعت دیگه مونده. گیری پاش نمیکنه. یک صلوات نعت بفرمایید. سومین بحران ناامیدی و یأسه. علمای بزرگوار، من این قسمت رو به جوونا حق میدم. جوون ما امروز دچار یأس و ناامیدی شده به خدا. میگه من برای چی بیام دیندار بشم؟ هر جا مشتی بالا میره تو فرق مسلمونا میاد. هر جا ماشه‌ای چکانیدی میشود قلب مسلمونا رو نشونی میگیره. هر جا نامی از فقر و فلاکت، بدبختی و هلاکت سرزمین مسلموناست.
هر جا الواتی و دزدی و زنا هست نام مسلمون هست. پس چرا من بیام مسلمان بشم؟ این قسمت بونا حق میدم. ولی جوان نه به این معنا که تو واقعا داری درست فکر میکنی، نه. هر چقدر انسان خراب بشه انسان مسلمان نباید ناامید باشه که بحر الطاف تو بی پایان بود، ناامید از رحمتت شیطان بود. به قول اقبال زندگی از آرزو دارد اساس، خیش را از آرزوی خود شناس. ناامیدی همچو گور افشاردد، گرچه البندی ز پا می آردد. زندگی را یأس خواب آور بود، این دلیل سستی عنصر بود. چشم جان را سرمه اش اعما کند، روز روشن را شب یلدا کند. از دمش میرد قوای زندگی، خوش گردد چشمه های زندگی. بله منم با تو میبینم که امروز در جامعه اسلامی به ساحت مقدس اصحاب رسول الله، به ساحت مقدس خود رسول الله چه میرسد. منم دیدم این فیلم های جدیدی که الان آمدن، این نرم افزارهای بازی رو که دیدید حتما، پشت نرم افزار داخلش که بازی یارانه است ولی پشتش عکس‌ها و تصاویر دور میزنه، عکس‌ها و تصاویر تروریست های جهان رو معرفی میکنه که در رأس همه تروریست ها نام زیبای محمد رسول الله رو نقش بستن. منم اینو میبینم. منم شنیدم که تو دانمارک کاریکاتور کشیدن و به رسول الله اهانت کردن. من دیدم، شاید تو ندیدی، که رسول الله رو لیوان شراب به دستش دادن، لخت مادرزاد در حال ادرار کردن. چه مونده؟ این از رسول الله، اون از قرآن ها که در گوانتانامو از دست سربازا گرفتن و درون دستشویی ها ریختن. به خدا قسم هیچ برامون نمونده، همه چیز از ما گرفتن. درسته تا اینجا فکر صحیحه. اسلام گرفتار مذلت شده امروز. صدق است که بدبختی امت شده امروز. هر فرد گرفتار طبیعت شده امروز. مردم همه بیرون ز شریعت شده امروز. بر رغم عدو بهر خدا بال و پری کن. منم دیدم تو سایت الوطن، تو سایت های عربی که بچه های 5-6 ساله عراقی رو سربازان آمریکایی به بچه 5 ساله رحم نکردن، بهش تجاوز کردن، به برادر من و تو و زیر دست پای سربازان آمریکایی مردن. اینو منم دیدم. اینا رو همه من و شما دیدیم و شنیدیم. ولیکن آیا فقط نگاه کردن و گریه کردن کافیه؟ نه. برگرد، بلند شو، بس دیگه تو را خدا. تا هرچی گناه کردی بسه، چون که هر گناهی که ما میکنیم سایه شومش تو فلسطین و افغانستان و بقیه هست و فردا این بوم خطرم اینجا امکان داره بیاد. تو رو خدا فکر کن یه لحظه خواهر عراقی خواهر من و توست که میاد زندانی و شما حتما با سایت های ارتباط ندارید، جگر انسان پاره پاره میشه. اینها درد بهتون میگم، نمیخوام خدا شاید شما را بگریونم، هدفم این نیست. میاره اونجا زندانی عراقی رو اعتراف نمیکنه، چه فرق میکنه؟ خواهر مادر من و توست. میرن 4 تا سرباز جلوی چشمای برادرش، شوهرش، پدرش، دخترش و خواهرش و مادرش و 4 سرباز مورد تجاوز قرار میده. صدا میکنه یا المسلمین، یا جوان، ای پیرمرد، ای خواهر، ای مادر، یا صلاح الدین ایوبا و عمرا و اسلاما. ولی کسی صدای اینها رو نمیشنوه. اگرم میشنون چند تا راهپیمایی و پرچماتش دادن. اینها گناهان ماست. قرآن میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هرچه بر تو از ظلمات و غم و بدبختی میاد از دست خودت بپرس. گناه من و توست، تو فکر میکنی اینجا گناه میکنی ولی خدا قسم بوی گند این گناه تمام دنیا رو میگیره. مگر غیر از اینه؟ افغانستان مهد علم و عرفا همین هفته ماه گذشته 20 تا مبلغ مسیحی کروی رو از کره جنوبی دستگیر کردن که لباس افغانی پوشیدن، میان بچه های مسلمان رو مسیحی میکنن تو افغانستان. تو عراق از این حرفشو نزن. ایمان در مقابل $600 آمریکایی. بازار ایمان فروشی گرم شده.
جوان دین خود را به هوس بر سر دنیا مفروش، بی خبر گنج طلا را به مطلا مفروش. دامن آلوده مکن تا به عزیزی نرسی، عصمت یوسف خود را به زلیخا مفروش. به یکی وسوسه از راه مرو آدم باش، قصر فردوس خدا داده به دنیا مفروش. نفس عمر و شتابنده به فرمان تو نیست، فرصت طاعت امروز به فردا مفروش. دین فروشی آنچنان گرم است بازار مکافات عمل، گر به دقت بنگری هر روز روز محشر است. اونجا حداقل به 600 دلار، ولی اینجا ایمان با 1000 تومان فروش میره. آقا گوسفند میخره میگه خدا شاهده 2000 تومان بیالا خریدم، در حالی که نخریده. کسی که خدا را به دروغ شاهد بگیره خطره خارج شدن از اسلام داره. به خاطر این 2000 تومان، به خاطر اینکه ماشینشو بهتر بفروشه، به خاطر اینکه سر مردم کلاه بذاره. رزق روزی حرام با ویلاست. یأس و ناامیدی، هرچه دنیا خراب باشه یأس و ناامیدی فایده ای نداره. جوان بر بگرد، خوبشم بر بگرد، به خدا قسم موفق میشی. مسلمانی گفتم که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگردان زمین را. جماعت تبلیغ برادران بزرگواری که این نهضت جماعت تبلیغ همه جا هست، کمکشون کنید. میره خودشون آمده پیش ما. میگه رفتیم آفریقای جنوبی، اونجا یک جوان مسلمانی بود، رفتیم دعوتشون دانشجو، رفتیم دعوتشون گفت آقا وقت ندارم. گفت آقا 5 دقیقه. گفت 1 دقیقه وقت نمیدم بهتون، وقت ندارم، دانشجوام، چند تا نمیدونم آپارتمان دارم، ویلا دارم، فلان دارم، شرکت کمپانی دارم. مرتب رفتیم گشت خصوصی تا اینکه 5 دقیقه وقت گرفتیم. گفت فقط 5 دقیقه. گفتیم اشکال نداره. جماعت تبلیغ پاکستان با این گوشای خودم کارگزارششون دیدم، میگه که شروع کردم به دعوت دادن، دیدم مثل ابر بهاری گریه میکنه. گفتم علت گریه چیه؟ گفت شما ادامه بدید. گفتن که 5 دقیقه ما تمام شده. گفت شما رو خدا حرف بزنید ولی 5 دقیقه کنید. گفت ما حرف نمیزنیم تا زمانی که علت رو ندونیم. علت باید بدونسته بشه تا معلول رفت بشه. هرچه اصرار کرد تبلیغی ها ولش نکردن، پرده برداشت از روی یک حقیقت. گفت میدونید کجا میخواستم برم؟ میخواستم برم با یه دختر مسیحی ازدواج بکنم، مهریه‌اش سنگین بود. گفت اشکال نداره ما مهریه‌شو میدیم، ما برکتی جمع بکنیم مهریه‌شو میدیم. گفت مهریه‌اش پول نیست، من خودم خیلی پول دارم. 2 مهر گذاشته، 1 اول اینکه مسیحی بشم، دوم این که بر محمد رهبر مسلمانان لعنت بفرستم. و من اینو قبول کردم. خدا را شکر که شما اومدید دستمو گرفتید. تو افغانستان امام جمعه شهر هرات برام نامه نوشته که الان دخترای مسیحی SMS میفرستن آقا من حاضرم باید مفت ازدواج کنم، فقط بیا مسیحی بشو. حالا پدر ما ریش سفید وقتی یک جوان مسلمان میاد خواستگاری میگه چی؟ 1348 سکه بهار آزادی. ای بی انصاف، تو این سکه چی دیدی؟ این سکه سکه ها شده که جوانان ما تکه تکه ها شده، بدبختی به بار آورده. اونها مهریه دخترانشون مسیحی کردن فرزندان مسلمین. آقا آمده از سکه حرف میزنه، از ماشین حرف میزنه، از موبایل، از کمپانی، از لباس خوشگل، از ریش پروفسوری داره حرف میزنه. و جوون مجبور میشه برای اینکه بره دختر آجی آقا جرا مولوی رو بگیره، رفتن چند تا هاواریو تنکیو یاد میریواچ یاد گرفته که اونجا بره چند کلمه انگلیسی حرف بزنه، بگن آقا من تو هنگ کنگ کمپانی بزرگ مال منه. این وضعیت ما مسلمان است. اونجا رو نگاه بکن. گفتم جای نگرانی نیست. جماعت تبلیغ این نهضت بزرگ داره کار میکنه. یکی از نهضت هایی که داره کار میکنه، نهضت های جهادی الحمدلله دارن به وفور داره کار میکنن. اون بچه‌ای که بمب به شکمش میبنده، مرگ خودشو میبینه، خودشو در قلب سپاه آمریکا پرتاب میکنه و بمب منفجر میکنه، این ناامیدی و غبار یأس رو دور میکنه. در واقع اینجاست که ما باید به خودمان ببالیم. اینجاست که یأس و ناامیدی نباید به سراغمون بیاد. تا زمانی که جوانانی مثل محمد فلسطینی داریم،
تا زمانی که شاگردان مولانا الیاس است، تا زمانی که دعاگویانی، اگرچه که مولانا محمد عمر از دست رفت، ولی علمایی مانند مولانا محمد حسین گرگیچو داریم. مطمئن باشید که اسلام از آن ماست، مطمئن باشید که فتح و پیروزی با سراغ ما خواهد آمد. همونطور که داره میاد اسلام داره به وفور تو چین و آلمان و آمریکا و مکزیک داره پیشرفت میکنه. و چهارمین بحران عدم تربیت خانوادگی. من این جمله رو بگم صحبتم خلاص میکنم. عدم تربیت خانوادگی. امروز بچه ها تربیت خانوادگی نمیشن. بچه مثل علف خودرون به دنیا میاد، مثل گوسفندی به نسبت راه میکنه تو کوچه ها، هرچه بار آمد. این بچه ها تربیت اسلامی نیست. بعد که بزرگ میشه میاد میگه جناب مولوی بچه ها تو نمیشناسی بچه ها رو، به حرف نمیکنن، میگه نماز بخون، نماز نمیخونن. من میگم اشتباه داره میگی. در زمان حضرت عمر رضی الله عنه میگه یک پدری بچه‌شو برداشت آورد پیش امیرالمومنین عمر فاروق. گفت ای عمر، گفت چیه؟ گفت با این چوب دستی امروز این پسرم زده تو سرم از 7 جا بخیه خورده. حضرت عمر براش شفت، ناراحت بود، چوبو گرفت که بچه رو تنبیه بکنه. پسر 17 18 ساله گفت ای عمر اذا عرف السبب بطل العجب. اول سوال بکن من چرا بابامو زدم؟ گفت به هر دلیلی که زده باشی پسر حق نداره باباشو بزنه. گفت آیا پدر به گردن پسر حق نداره؟ پسر به گردن پدر حق نداره. گفت چرا؟ گفت حقش چیه؟ گفت اول اینی که اسم خوبی براش بگذاره. گفت از بابام بپرس اسمم چیه؟ گفت اسمش چیه؟ گفت اسمش جعل. به زبان فارسی محلی ما میگیم کنگوز، بلوچی کدوک. اسم بچه‌شو گذاشته بود. درسته نه؟ کدوک یا کدوک؟ همون درسته. تو بلوچا بزرگ شدیم. بعد گفت که دومیش گفت تربیت ایمانی. گفت بپرس از بابام از سن 5 سالگی که بزرگ شدم همین چوب دستی کردن دستمه داده دستم. گفته بابا برو گاوا رو بچرون. هر زمان دیدی 2 تا گاو با هم درگیر شد، بابا اون گاوی که بیشتر زور داره بزنیش، نگذاری گاو ضعیف رو از بین ببره که 700,000 تومان قیمتشه. هر روز صبح تا سن 17 سالگی یه بار از بابام نشنیدم بابا نماز بخون. یه بار نشنیدم بابا ماه رمضان من نمیدونم رمضان چی است. یه بار نشنیدم بابا قرآن رو بخون، برو حوزه علمیه. تا امروز صبح از خواب بیدار شدم دیدم سر صدایی است. قبل از اینکه برم به سراغ اول که فکر کردم گاوا دعوا میکنن، رفتم پیش گاوا دیدم الحمدلله امنیت. نگاه کردم دیدم خانه بابا و ماما هم دعواشون شده. خوب که نگاه کردم دیدم زور بابام بیشتره، با این چوب محکم زدم تو سرش. حضرت عمر گفت عجب کاری کردی خدا شده، دستتو باید ببوسم. این تربیتی که خودش داده. امروز این تربیت ها رو خود ما به بچه‌مون یاد میدیم. دروغ رو خود ما به بچه دروغ میگیم. یه دروغ های گنده ها. یه دختر یک زنی پیش پیغمبره، بچه شوخی میکنه، میگه مامان بیا بهت یک چیزی بدم. پیغمبر میگه چی بدی بهش؟ میگه این خرما رو. میگه حتی به شوخی حق نداری به بچه بگی بیا این چیزو بهت میدم و ندی، دروغ میشه. حالا مرد حاجی ریش سفید دروغ میگه. چه دروغایی میگه؟ جناب مولوی شوخی کردم، دروغ که نگفتم. این زشته واقعا. خب بچه‌م یاد بگیره. فحش‌هایی میدن بچه‌ها که مغز انسان شاخ در میاره. این فحش از کجا یاد گرفته؟ مدرسه که نرفته. پیش مولوی بنده خدام که نیامده بگی مولوی یاد داده بدآموزی. این زمانی که دعوای پدر و مادر که میفته تو خونه حواسشون نیستن، اون پدر لعنتی میگن، اون بین پدر لعنتی. بابا اگه میخواد دعوا کنه بریز زیر لاف همون برا، یک جای کسی نبینه توتون. جلوی بچه‌ها گستاخی کردن، دشنام دادن بدآموزی داره واقعا. جلوی بچه‌ها یه فحش‌هایی به هم دیگر میدن که بچه‌ها روانی و افسرده میشن در بسیار مواقع. پس عدم تربیت اسلامی در میان خانوادگان. این 4 بحران‌های اساسی است. اول عدم آشنایی با دین. 2 چی بود یادتون رفت؟ مثل اینکه ما براتون ترانه میخوندیم از صبح حالا. عدم آشنایی با دین. 2 تهاجم فرهنگی. احسنتم، تهاجم فرهنگی مفاسد اخلاقی. 3 یأس و ناامیدی. جزاکم الله. 4 عدم تربیت خانوادگی در میان جوانها، در میان خانواده نیست. این 4 عامل باعث شده که جوان ما اینطوری بار بیاد. ولیکن من اومدم بهت بگم به عنوان آخرین صحبتم که رمضان بهترین فرصته. رمضان بهترین موقعیت برای توبه، برای انابت، برای بازگشت، برای که خودتو به خدا نزدیک کنی. در 27 شب گذشت از رمضان. 27 شب از ماه خدا گذشت. ماهی که سراسر مغفرت، لطف و رحمت، ماهی که دست خدا به خدا قسم شبها درازه. ان الله یبسط یده باللیل.
خدایی که شب دستشو دراز میکنه تا توی جوان و گناهکار روزی رو بگیره بکشه بالا و در روز دستش دراز تا گناهکار شب رو بکشه بالا. ای جوون در این 27 شب وقت نشد، جوون تو رو نذاشت پاسور و ورق دوستهای ناباب چرس و تریاک خدای نکرده دور از مجلس. این چند شب باقی مانده برگرد، این فرصت رو برای توبه مختنم بشمار که از هر کجا هستی به خدا قسم عزیز میشی، به خدا قسم ارزش پیدا میکنی، رجحان و برتری پیدا میکنی. من فقط یک قصه دیگه بگم خلاص. حبیب عجمی یکی از اولیای خداست، تذکرة الاولیاء عطار رو شاید خونده باشید. ایشون رئیس سودخوارا و رباخوارا بود، پول میداد به مردم سودشو میگرفت، اگر طرف پول نداشت کارمزد پایمزد میگرفت به اصطلاح امروزی ها. پیش دختر خانومی رفت، یک زنی گفت که سود پولمو بده، گفت ندارم شوهرم نیست، گفت یا بده یا که نعوذ بالله به تجاوز میکنن. سبحان الله. بلا فاصله اون مجبور شد یک تکه گوشتی بود، یک تکه گوشتی بود گردن گوسفند داد بهش، رفت از جای دیگر مقدار نون جمع کرد آورد، به زنش گفت غذا درست کن گشنمه. زن رفت غذا درست بکنه، موقعی غذا درست شد گفت بیارش، رفت که سر غذا رو باز بکنه. عطار نیشابوری یک از شعرا و عرفای اهل سنت در نیشابور میگه وقتی سر غذا رو باز کرد دید این غذای گوشت برنج تبدیل شده به خون سیاه، که ناگهان زن حبیب جیغ کشید که ای حبیب، خدای متعال در این دنیا زندگی ما رو، غذای ما رو تبدیل به خون سیاه کرده، چه جوابی داری روز قیامت در پیشگاه رسول الله؟ حبیب تو رو خدا برگرد. میگه حبیب تلنگر ایجاد شد، حرکت کرد، گفت برم پیش امام حسن بصری رحمت الله علیه، یکی از عرفای قرن دوم. میگه در میان راه که میرفت بچه های خردسالی که حبیب رو نمیشناختن اصلا، 4-5 ساله داشتن بازی میکردن، همین که چشمشون به حبیب افتاد یکی از این بچه ها صدا کرد که بچه ها فرار کنید که حبیب سودخوار می آید، مبادا گرد و غبار پای او به بدن ما اصابت کنه و خدای متعال ما رو به جهنم ببره. حبیب آهی کشید، خدایا من اینقدر پس بودم. بچه ها فرار کردن. حبیب آمد پیش امام حسن بصری رحمت الله علیه، توبه کرد، برگشت، بیعت کرد، قول داد مال همه رو بهشون برگردونه. برگشت مال همه رو برگردون، میخواست اراده کرد که برگردونه، در میان راه که برمیگشت 2 مرتبه چشمش به بچه افتاد، داشت بازی میکردن که ناگهان یکی از اون بچه ها دوباره صدا کرد که بچه ها راه رو باز کنید که حبیب توبه کننده می آید، حبیب محبوب خدا می آید، مبادا گرد و غبار پای من و شما بر بدن او بشینه و خدا ما رو به جهنم ببره. حبیب جیغی کشید، بر روی زمین افتاد. خدایا تو اینقدر لطف داشتی، تو اینقدر مرحمت داشتی، تو اینقدر کرامت داشتی، تو اینقدر بزرگواری داشتی، من نشناختمت. جوون من و تو هم نشناختیم، بیام بشناسیمش، نزدیک بشیم باش. در یک لحظه زندگی حبیب متحول شد و حبیب سودخوار شد یکی از اولیای خدا. جوون به خدا قسم الله ذوالجلال منتظر من و توست، چون گویی تو، خودش میگه چون گویی تو یا الله گوییم به تو لبیک، این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو. بسیار گناه کردی از حق تو نترسیدی، از ترس عذاب حق نالیدن شبها گو.